کسی هست که موفقیت رو دوست نداشته باشه؟ نه، همه عاشق موفقیتن و دلشون میخواد در همه زمینه‌های زندگیشون موفق باشن. پس ببینیم اصلا موفقیت چیه؟ جنبه‌های مختلف موفقیت چیا میتونه باشه؟ پس با من همراه باش. موفقیت مفهومی است که به دنبال دستیابی به هدف‌ها، تحقق آرزوها و رضایت شخصی به وجود میاد. موفقیت برای هر فردی ممکنه معنای متفاوتی داشته باشه، چون آرزوها، اهداف و ارزش‌ها بین افراد مختلف متفاوته. برای بعضی‌ها موفقیت میتونه به معنای دستیابی به ثروت مالی باشه، در حالی که برای افراد دیگه داشتن روابط عاطفی معنادار یا بهبود کیفیت زندگی موفقیت به حساب میاد. چیزی که از اهمیت بالایی برخورداره اینه که موفقیت نیازمند تلاش، پشتکار، تمرکز، خلاقیت و همچنین ارتباطات موثره. افراد موفق عموماً اهداف مشخصی رو تعیین می‌کنن. استراتژی‌های مناسب برای دستیابی به اونها رو تدوین می‌کنن و به طور پیوسته و مداوم در راستای اهدافشون تلاش می‌کنن. همچنین موفقیت میتونه به عنوان یک فرایند یادگیری و رشد در طول زمان در نظر گرفته بشه. مهمترین نکته درباره موفقیت اینه اون چیزی که شما به عنوان موفقیت در نظر میگیرید موفقیت شخصیه و هر فرد ممکنه تعریف متفاوتی از اون داشته باشه. حالا با من باشید تا ببینیم جنبه‌های مختلف موفقیت چیه و شامل چه چیزایی در زندگی ما میشه. اولین مورد موفقیت مالیه. اینو موفقیت به دستیابی به ثروت و پول در زندگی اشاره داره. برای بسیاری از افراد موفقیت مالی به معنای داشتن درآمد قابل قبول، ثروت و استقلال مالیه. با توجه به شرایطی که اکثر آدم‌ها در حال حاضر درگیرش هستند، موفقیت مالی بخش بزرگی از این احساس خوب رو شامل میشه. اما قطعاً همه موفقیت نخواهد بود. و اما جنبه بعدی موفقیت حرفه‌ایه. این مورد مرتبط با پیشرفت و توفیق در حوزه شغل و کسب و کار هستش که شامل رشد حرفه‌ای و دستیابی به موقعیت‌های برتر و رضایت شغلی میشه. در این بخش علاقه‌مندی به کار و توانمندی بسیار مهم و کارآمد هستش. جنبه بعدی موفقیت تحصیلیه. این نوع موفقیت به پیشرفت در تحصیلات و دستیابی به مدارک تحصیلی بالا و مرتبط مربوط میشه که ممکنه شامل کسب درجه‌های تحصیلی بالا، شرکت در دوره‌های آموزشی و تقویت مهارت‌های تحصیلی باشه. و اما برسیم به بخش چهارم، موفقیت روحانی. این نوع موفقیت دستیابی به رشد و تعالی در جنبه‌های مختلف روحانی و دینی زندگی اشاره می‌کنه. ممکنه شامل ارتباط نزدیک با معنویت، توسعه ارزش‌ها و اصول زندگی باشه. همچنین در موفقیت روحانی رسیدن به صلح داخلی با خود و دیگران یکی از ارکان مهم این موفقیت به شما میاد. در حال حاضر در جوامع بشری این بخش از موفقیت بسیار کمرنگ شده. مورد بعد موفقیت روابطه که شامل روابط سالم، عمیق و تاثیرگذار با دیگران میشه، مثل ازدواج، روابط خانوادگی، روابط دوستانه و اجتماعی،
که بر اساس احترام، اعتماد، حمایت و همبستگی بنا شده. به گفته بسیاری از محققان این بخش اصلی ترین وجه در حوزه موفقیت به شمار میاد. مورد بعدی موفقیت بهداشتی و روانی که به رسیدن به سلامتی و تعادل در بعد جسمانی و روانی اشاره داره و شامل سلامت فیزیکی، تندرستی، ارتقای روحیه و بهبود کیفیت زندگی میشه. ورزش کردن و دوری از استرس ها نقش مهمی رو در این بخش از موفقیت ایفا میکنه. در نهایت دوباره تاکید میشه که موفقیت بسیار نسبیه و برای هر فردی در جنبه‌های مختلف معنا و مفهوم متفاوتی رو داره. امیدوارم موفقیت همراه همیشگی شما باشه. آلبرت شوایتزر میگه موفقیت کلید خوشبختی نیست، بلکه خوشبختی کلید موفقیته. اگر عاشق کاری باشید که انجامش میدید، قطعاً موفق خواهید بود. از اینکه با ویدیوی من همراه بودید ازتون ممنونم.